خدای مهربان میگه که وقتی یک زنی را تو برای زندگی انتخاب میکنی، مثلا خواهر ما را شما برای زنی انتخاب کردین، خداوند میگه که وقتی انتخاب که کردی با این میگه باید تو مناسبت بهترین داشته باشی. ببین بالمعروف باید مناسبت میگه در زندگی بسیار نیک باشد. معاملت میگه به نهایت باید خوب باشه. با کلان سالان میگن کن تقرب تا توانی که ایشانن آگاه از جوانی. ولی همین زندگی خوب دادر عزیز آدما دعا کنن باید که خدای ما را زندگی خوب بده. اگر معامله خودت معامله خواهرمان اگر یک خیل باشد، نقص باشد، یا دیگر فهمین یا دیگر حرمت کنین، با خدای مهربان قسم شما هر روزتون بهترین روزای بهترین روزای. لیکن خدای نکرده اگر معامله ها را بد کردین، مناسبت ها را بد کردین، هر روز شما رنگ سال میگذرد. زین لحاظ الله مهربان گفته است که مناسبت خوب که حتی در دوام آیت بین چی میگه؟ میگه فاین کریتموهن، حتی میگه که اگر مبادایی که اگر زن دادر عزیز اولی در دوام زندگی با میبینی همه زنها دا، حتی زنهای پیامبرا دا بعضی نازها، بعضی کرشمه ها، بعضی مقصد نافهمی ها، خب یکی میگه الله مهربان میگه اگر سر زد خداوند چی میگن؟ فعسا ان تکرهوا شیئا، هیچ وقت میگه فکرت عوض نکرد در رو مقصد آدم میان شبستاوی این نمیشوه من قطعی این نمیتونم این مثال دیگه در کار نیست. الله میگه هیچ وقت این نیت را در پیش نکن. مرد باید میگه در هر یک کاری که مثال میبینی یکان کارای میده بسیاره در حال میگه آدم غضبناک نشود، زیرا میگه اگر یک کاری زن غضبناکت کرد کاری دیگری داره با راضیت میکنه. یعنی انسان باید از اینها دادرای عزیز باید خوب استفاده بریم. همچنان خواهر عزیز شما در با این روزها و ساعتها مبارکتون شوه و همین گویم فردوسی در شاهنامش یک مصرع ها داره که مصرع یا همش معنای قرآن و حدیث هست. میگد که بهین زن در جهان آن بود که پیوسته با شوی خندان بود. مگو این سخن را نه پا و سر است، حدیث و سخنهای پیغمبر است. فردوسی میگه من بگم تا که بهترین زن کدام زن است. این از بچهای ما را اگر بگوید انا چخیلی زن میگیری یا مالدار میکوه یا جمالدار میکوه یا پشتش پدرش اولادش با قوت باشه و خب مردم این خیلی اهمیت میده. لیکن حضرت فردوسی را بین میگه بهترین زن همون زنی هست که پیوسته با شوی خندان بود، اگر به شرطی که رضاگی شوهرش دریافته. رضاگی شوهرش مثال همیشه در تکاپو و به دست آوردن رضاگی شوهرش عزیزای خدا میگن این بهترین زن است.